سلام. سلام سلام. 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 سلام علیکم. سلام سلام سلام. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم لك الصمت على رزقك افطرت و علیه توکلت. اللهم لك الصمنا على رزقك افطرنا و علیه توکلنا. بسم الله الرحمن الرحیم. بفرمایید دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم. پدر مچ که روزه میگیری؟ بسیار خوب سوال کردی بچه. سوال بسیار بسیار خوبه. روزه برای رفع سوی هاضمه، تقویت بهداشت عمومی، جلوگیری از آپاندیس، پاکسازی مجاری ادرار، رفع بیماری ها و امراض جلدی و دفع چربی های زاید. در حدیث قدسی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از خداوند سوال میکند که اولین عبادت کدام است؟ خداوند جل جلاله میفرماید که روزه. پدر روزه دیگه چه فایده داره؟ در شبای بعدی از فایده های زیاد روزه برایشون خواهد گفتم.